یه مسائلی هست توی زندگی و یه سری به مرور زمان که میره جلو مشکلاتی هست توی زندگی که حل کردن اونها نیاز به دانش داره، نیاز به آگاهی داره، نیاز به مهارت داره. روش حل مسئله رو یاد گرفته باشیم. شما امروزتون با دیروزتون از لحاظ بحث مود و عاطفه یکی هستین؟ میتونید به من تضمین بدید که حال روحیتون امروز و فردا عین همه؟ هر لحظه از زندگیتون به موضوعات روانشناسی نیاز دارید. وقتی پای یک زندگی جدید میاد وسط و یک ارتباط جدید میاد وسط و این همه تفاوتی که شما دو نفر با هم دیگه دارید در عین شباهت‌های زیاد احتمالی که دارید ملزم میکنه شما رو به این که مهارت‌های زندگی اینها رو بدونید. حداقل دونستنش اتفاق بیفته تا بعد یواش یواش تونستنش هم اتفاق بیفته. نذارید برای هم عادی بشید. عادی شدن یه جاهای خوبه ولی یه جاهایی خوب نیست. تو روابط عاطفی عادی نشیم برای هم. بذارید این اشتیاقه وجود داشته باشه. یعنی هم راه رفتن یاد گرفتی هم دویدن. سالها هم راه رفتی و هم گاهی دویدی. حالا که دویدن و بلدی، آیا تو دونده ای؟ میتونی مسابقات شرکت کنی؟ نمیتونی. برای چی؟ برای اینکه دویدن، دونده بودن یه سری اصولی داره که با این دویدن من و تو فرق میکنه. ولی چیزی که مورد نیازته تو زندگی شخصی خودت، یه سری مهارت‌ها رو باید جدی‌تر یاد بگیری. بحث گفتگو هم همینه. میبایستی یاد بگیریم چجوری حرف بزنیم، چجوری شنونده باشیم. اون میدونه که هزینه نمیکنه، اون داره سرمایه گذاری میکنه. برای چی؟ برای اینکه تو ذهن یکی مثل من و تو اثر بذاره. فرق گوش دادن و شنیدن چیه؟ و وقتی گوش میکنی بازخوردم بهش بده هر از گاهی. طرف متوجه بشه تو دریافت کردی چی میگه. بین لذت و رضایت به نظر شما فرقی هست؟ ببین لذت زودگذره، رضایت ماندگارتره. وقتی به اینجا میرسیم که لذت زودگذره، رضایت ماندگارتره، پس ما توی زندگی هدف اصلیمون رضایته، لذت نیست. و برای اینکه به اون رضایت برسیم باید یه دریچه‌ای دروازه‌ای وارد بشیم، اون لذته. یعنی اول لذت بعد رضایت. ولی آیا هر لذتی رضایتی خواهد داشت تهش یا خیر؟ مثال اول، دریا قشنگه، زیبایی دریا، کوه، جنگل، طبیعت، کسی منکر این قضیه نیست. ولی این قشنگی تو ذهن مادری که فرزندش رو تو دریا از دست داد چجوریه؟ چی مونده اینجا؟ مثال بعد، ما یه چیزی داریم، توی هورمونی داریم توی مغزمون ترشح میشه به نام دوپامین. شنیدین؟ نه. هورمون چیه؟ هورمون لذته. وقتی از یه چیزی لذت میبری اون ترشح میشه که اون لحظه داری کیف میکنی. عامل حال خوبه؟ خب بریم ببینیم هست یا نه. تو گرمای 50-60 درجه شما مثلا یه آب میوه خنک میخوری که آخیش چسبیده ها، مثلا دوپامین ترشح شد. من میخوام این لحظات رو بگم، یعنی این دوپامین کجا میاد. چیزی که باعث حال خوب میشه خانم که شما فرمودید و ماندگاره و باعث شادمانی و خوشنودی و رضایت تو زندگی میشه سروتونینه، دوپامین دیگه نیست. باید کاری کنیم تو روابطمون با هم، تو زندگیمون که ترشح سروتونین اتفاق بیفته. من راهشو بهت یاد میدم. وگرنه اینجوری نیستش که دستور بدی که سروتونین تو بیا، دوپامین تو نیا، مثلا چیزی نه. تو روال زندگی و رفتارهامون این در میاد. چند تا راه شما پیشنهاد بدید. شما خودت به خودت نگاه کن، ببین میخوای برای همسرت و برای خودت، شروع زندگیتونه دیگه، میخوای یک زندگی رضایت بخش ایجاد کنی، یعنی یک کاری کنی که رضایت تو این رابطه وجود داشته باشه. چی کار میکنی؟ این چیزایی که دارم به شما الان پیشنهاد میدم برای اینکه رضایتمندی در زندگی بره بالا. یعنی اینکه وقتی این کارو میکنید
دیگه سروتونین ترشح میشه، دوپامین رو دیگه رد کرد رفت. دوپامین که مال 1 دقیقه است. احترام نامشروط. احترام نامشروط یعنی این که شما به همدیگه احترام میذارید تحت هر شرایطی. تحت هر شرایطی، حتی وقتی کدورتی به وجود میاد. کدورت هست دیگه، نمیتونید بگید نیست. اختلاف نظر هست، اختلاف سلیقه داریم. احترام به خودش و به متعلقاتش. ببین آقای محترم و خانم عزیز که اینجا کنار هم دیگه نشستید و خیلی هم مدعی هستین که الان این طرف رو کنارتون نشسته مال خودتون کردین، ولی این نکته رو یادت نره قبل از اینکه مال شما باشه خودش متعلق به یه خانواده دیگه است. برادر داره، خواهر داره، پدر داره، مادر داره و تو موظفی به همه اونها مثل خانم احترام بذاری. دومی پذیرش نامشروطه. پذیرش نامشروط یعنی چی؟ یعنی که من وقتی تو رو پذیرفتم دیگه برات شرط نمیذارم. ببین الان دیگه من و تو با هم زن و شوهر شدیم، دیگه محرم شدیم، من و تو دیگه زن و شوهریم. دیگه از این به بعد باید درست لباس بپوشی، درست راه بری. این چه طرز صحبت کردنه؟ چرا تو مهمونی اینجوری میشینی؟ چرا اینجوری مثلا نگاه میکنی؟ چرا اینجوری؟ جمع کن بابا. وقتی انتخابش کردی الان کنارت نشسته دیگه اما اگر واسه چی میاری؟ تو داری به خودت توهین میکنی، انتخاب توه. علاقه نامشروط. سومی علاقه نامشروط یعنی که بابا دوستش داشتی که الان کنارت دیگه، بهش گرایش داشتی دیگه الان کنارت دیگه. ببین گذشت اون زمانی که مثلا 200 سال پیش 100 سال پیش میگفتن حالا ازدواج بکن، طرفو نمیشناخت، سر سفره عقد بعد از بله تازه میفهمید مثلا با کی ازدواج کرده. دیگه تموم شد. بعد میگه حالا ازدواج کنین، علاقه خودش میاد. ملاحظه نامشروط. بعدی ملاحظه کردن یعنی چی؟ طرف ملاحظه‌شو کرده، یعنی طرف تا حالا یه جوری بوده، یه مدلی رفتار میکرده، به خاطر همسرش تغییر میکنه. به خاطر همسرش تغییر میکنه. مثال بزنم جا بیفته شاید. مثال چیه؟ طرف قلیون میکشیده، قلیون میکشیده، حالا تفریحی زیاد هرچی. همسرش میگه ببین قلیون به این دلیل به این دلیل به این دلیل ضرر داره دیگه، اگه میشه نکش. اون میگه حالا میکشم، حالا یه خوشی هم میخوام ما بگیریم. چقدر خوشی داریم مگه مثلا؟ اون خانومش هم محترمانه دیگه چیزی نمیگه، پیشنهاد داد دیگه. یه سال 6 ماه میگذره، بعد به خودش فکر میکنه، میگه که راست میگه، من سرفه میکنم، من پولم الکی داره میره، وقتم داره میره، من باید برم جاهای خیلی با کلاس و پاساژهای خیلی خوب بر بچرخم، من برم توی قهوه‌خونه بشینم مثلا. میذاره کنار. چجوری میذاره کنار؟ با اجبار همسر گذاشت کنار. ملاحظه همسرش رو کرد گذاشت کنار. یه چیزی میگم یادت باشه، اگه قراره یه چیز از کلاس امروز یاد بگیری، ببین ما تو زندگیمون تغییر دادن داریم یا نداریم؟ تغییر دادن نداریم. هستی؟ کلاسی؟ تغییر دادن نداریم، تغییر کردن داریم. یعنی من بیام اجبار کنم که تو پوششتو عوض کنی، رفتارتو عوض کنی، راه رفتنتو عوض کنی، سبک زندگیتو تغییر بدی به خاطر من. باید این که خب چه کاریه؟ من میرفتم یکی رو میگرفتم با یکی ازدواج میکردم که همون سبکی باشه. زمانی این تغییر ارزشمنده که خود فرد به این نتیجه برسه که من بنا به این دلایلی که وجود داره میخوام تغییر کنم برای این زندگی میخوام تغییر کنم. اون موقع ارزشمنده، اون موقع ماندگاره. شما وقتی به یکی میگی باید تغییر کنی، یه بایدی رو میاری و اون طرف مجبور به تغییر میشه، ناخواسته، تغییری که نمیخواد. بعد کجاش رضایت داره؟ اصلا لذت هم نمیبره، چه برسه به رضایت. خب و ماندگار نیست اصلا. اون به خاطر حرف تو و اجبار تو تغییر کرده، نه به خاطر اینکه این روابط و این عشق ایجاد میکنه که من تغییر میکنم به خاطر همسرم. موضوع بعدی اندوخته عاطفیه. اینایی که دارم میگم برای رضایتمندی، یعنی هر کدوم از اینا تو روابطتون باشه سروتونین ترشح میشه.
یعنی ما فرض کن یه قلک خیلی بزرگی داریم تو خونمون، روزی یه سکه میندازیم توش به نام محبت، به نام صمیمیت، به نام عشق. یه قسمتش ابراز محبته. اما تو دریافت محبت چند دستن؟ 3 دسته: دیداری، شنیداری و لمسی. اینو پیدا کن لطفا. اصلا خودتو پرزنت کن. چرا سختش میکنی ماجرا رو؟ خودت به همسرت بگو آقا من اینجوریم. الان که یاد گرفتی بگو آقا من اصلا دیداریم، من لمسی. ببین هنر این نیست که تو با زبان محبت خودت به طرف محبت کنی. هنر اینه که تو با زبان محبت اون بهش محبت کنی. میتونی؟ یه موضوع دیگه تو اندوخته عاطفی مرزبندیه. مرزبندی یعنی اینکه شما مرزهای روانی این خانواده رو جوری حفظ کنی که آسیب نبینه. یکی از مهمترین آسیبایی که ما معمولا تو بحث مرزبندی میبینیم بحث مقایسه است. مقایسه آدم، مقایسه توی زندگی آسیب‌های بسیار بسیار خطرناکی داره. بهترین مثال برای مقایسه یک میدان رقابته، یک مسابقه است. ما تو زندگی دنبال رقابت و مسابقه نیستیم که همسرمون رو مقایسه میکنیم. اصلا میون عاشق و معشوق مقایسه جایگاهی نداره، چون عشق قطعیتی داره که اصلا مقایسه پذیر نیست. وقتی همسرتو مقایسه میکنی چه تو ذهنت و چه به زبون میاری، داری ادای عاشقا رو در میاری. اینو برای آیندهتون بگم، برای یک بچه دار شدیم، برای اینکه بچه دار شدیم بگم. ببینید الانا بچه ها به جای اینکه از پدر مادر خودشون سبک زندگی بگیرن، مدل زندگی بگیرن، رفتار اجتماعی بگیرن، از کجا میگیرن؟ از فضای مجازی میگیرن. یعنی فضای مجازی متاسفانه معلم قدرتمندتریه تا پدر مادر و متاسفانه بین زوجین هم همینه. متاسفانه دارم میگم، این خیلی اسفناکه من دارم میگم اینو. به جای اینکه زوجین رو هم تأثیر متقابل بذارن و جوری باشه که زوج یا زوجه با اختیار خودش به خاطر زندگیش و به خاطر همسرش تغییر کنه، متاسفانه اون الگوی تغییرش میشه اون چیزی که در فضای مجازی میبینه. میفته تو دام مقایسه.